داوین لوو تفگر مسکو هشتیه که هفپیمانیا ناتو آمدکارین خوشبو شرکی دریج لوکرانیا بکه. دوی درباره دا امیدار گشتی یه هفپیمانیا ناتو ینس ستولتنبرگ بانگا آمدکاریش بو شرکی دریج لوکرانیا کر. ینس دلیدوانه که روزنامه وانی دا راگهاند که روسیا نبنیازه آرمانجن خوین لوکرانیا برده و لوو تفگرین روسی دیار دکن که روسیا آمدکارین خوشبو شرکی بجایی برفره لوکرانیا دکه. امیدار گشتی ناتو دانشان که شرط و مرجن پیمان چاره سرکرنا شر لوکرانیا و لگوری روشا لعرده وره بجی کرن. و تکس کرد پیوسته آلیکارین لشکری جبو اوکرانیا ورنه پیشکش کرن. دا که روسیا لسر میزا دانستاندنان رونه. و دانپیدان اوکرانیا وکه ولاتک اوروپی سربخوا و خدان سروری بکه. هر دوی درباره دا سروک شارداری کیف فیتالی کلیتشکو راگهاند. که بسدما آرمانجکرنا روسیا ج پایتخت اوکرانیا را جیرخانه ین باجیر راستی زیانان هاته و الکتریک هاته برین. ده همان دمه دا هجمارک تقین لکیف رودان. و جالی کی دنوا ارتش اوکرانی تکدانا نه درون بناو شاهد ین کو چکرنا وان ایرانیه و دشر سر کیف و رجلات اوکرانیا هاتن بکارانین راگهاند. هر حال هریما بریانسک درونک روسی آواهی که وزه آرمانج که بیکو زیان جانی هبن لزیان مادی گهشتن آواهی الکتریک هاته برین و پشتی و بویاران روشا آمده باشی اسمانی لهمو اوکرانیا هاته راگهاندن. روش لوکرانیا روش بروش آلوستر دبه و لوو تفگرین روسی نشانه برفرهبونا شرددن. لید همان دمه دا هفپیمانی ناتو آمده باشی انخواه جه قوناع که لاواز جه شر اوکرانیا را دکه.